امروز میخواستم سلام دوری خود را به شما رسانم و صحبتی داشته باشیم درباره زن. زن حیات بخش انسانیت، آرامش جان، تربیتگر، روشنگری حیات، فیض زندگی هر یک مرد و خانواده می باشد. خاندان ما بی زن، بی مهر زن هیچ است. از این رو مردان محترم زنان خود را حرمت و احترام کنید. با زنهایتان شیرین گفتار، سخاوتمند، شیرین سخن باشید. در عالم مقدستر از زن مادر موجوداتی نیست. هر قدری که نسبت به همسرتان مهر و محبت داشته باشید، حیات شما همان قدر درخشان و شیرین می‌گذرد. همه نویسندگان، عالمان و بزرگان دنیا در وصف زن سخنهای مهربان گفتند. زن مادری من، مادری تو، مادری عام است. زن شربتی هر معرکه و کاسه جام است. بی زن چی بود؟ زندگی و زیست در عالم. زن حسن زمین، حسن سما، حسن زمان است. عموما در عائله صمیمیت و مهربانی باشد، زندگی خوش و خرسندانه می‌گذرد. زن چراغ خاندان، دستگیری مرد و فرزندان، تربیت دهنده، اساس شکوفایی، بنیادگر جامعه با سعادت میباشد. یگان نفر نمیتواند، حقوق ندارد قلب او را شکند، خرسندی او را برباد دهد، چون که زن زیبایی روزگار خاندان است. امروز میخواستم شعر از شاعر محبوب میرزا ترسن‌زاده زن است به شما قرائت کنم. سین و سال زن به کس پرسیدن از آداب نیست. سین و سال خویش را گفتن به زنها خاص نیست. زن است و در همه حالت چون زن میماند. این معمایی است که حاجت به پرس و پاس نیست. از زن امروزه ما حکمت و اعجاز پرس. در فضای زندگی کیفیت پرواز پرس. در زمین زن می رود، سیر کواکب می کند. دوره ما کرد زن را در هنر ممتاز پرس. زن نباشد زیب و زینت نیست در نوای ما. هوش در سر، روشنی در دیده ای بینای ما. زن نباشد نیست در روی زمین نقش حیات. دان که بی زن تا ابد در گیل بماند پی ما. مرد باشی بیرقی بالای سر کن نام زن. صبر در باب ظفر با خط زر کن نام زن. نام زن تا آسمان بردار در بالای کف. مشعلی تابنده چون شمس و قمر کن نام زن. از این رو مردان گرامی زنهای خود را احترام و احتیاط کنید. پناه همه شما به خدا.